سلام برابکس، حالتون چطوره؟ من سجاد مفسدم و خوش اومدید به اولین ویدیو کانال یوتیوب من که دقیقا موقعی کردم که ست رسیده 90 کیلوزی ناز از دوست خوبم. اومدیم تغییرات سیزن رو با هم بررسی کنیم، ببینیم چه سیزن خوبه، بده، کسشهره. به نظر خودم که بد نشده و یه گان لژند مخفی رایگان که RUS روس میخوایم ببینیم چجوری سریعتر از بقیه بگیریم که تو صفحه ایونت هم نشون نمیده جای دیگه پیداش کنیم. این سیزن چجوری شده؟ یه دونه بلاک مونده، مثل وارزون شده تقریبا. اونایی که وارزون بازی کردن میدونن داستان چیه. ببینید اینجا یارم دامج میکنم، ولی خب یارم خیلی بک میده چون من برمیگردم کاورش. ببینید HP 1 فرار کرد، این دومی هم با همون HP 1 نخره زد. من یکم دمیج شده، حالا بهتر شد. ما میریم اپ گلاگ ببینیم چطوریه. می تو همچین محوطه تخمی، واقعا محوطه تخمیه. حالا اگه من مچتون پلیر داشته باشه، پلیر زیاد باشه، کسی باشه که تو همون تایم که شما میمیرید تقریبا اونم بمیره، جلوتون پلیر میندازه. اگه نه یه تایمی ثبت میکنید و اگه کسی نمورد دیگه جلوتون یه بات میندازه، بات میزنید برمیگردید. من یکی رو بزنم تا تو بیای. دوست خوبم نه، من باید یکی رو بزنم تا خودم بیام. این همون اسنایپ میده هر دو نفر ببینید یارم مرد. من برمیگردم ریوایو میشم، این که میزنم همون ریوایو میشم. یارم میدونم یک اسکلت اومده پینگ منم بالا. منظورش از اسکلت همون گلاگه، یه آرم اسکلتی میاد کنار مپ ایزولیتد. خب الان خب من چیزی ندارم که الان نه یه گان آتش حالا خودم هم دمیج دارم. What the fuck. خب من اینجا میام گام رو بکشم. یارو این بالا استماعی نمیذارم گام رو بکشم. حالا من اصلا یه 117 هم ما میگیریم چی میشد؟ بیفته دنبال ما، اشکال نداره. ما بریم باشیم. حالا اینو میزنم 117 شون که باجه طبق معمول. نیش اینجا یکم وای میستم تگش، اصلا حواسم نیست که بازی دیگه تگ نداره. یارم هم میمیرش نمیزنم. مرسی که اینو داری. خواهش میکنم. آقا این چه سمیه. حالا یارم دومین باریه که مرده، باید تگشو بخریم. یه بار شما هر کدوم فرصت دارید من بگلاد. الان تو شماره 3 و شماره 4 ما مردن رفتم من بگلاد اولین باریه، اما شماره 2 چون دومین باریه که مرده من باید تگشو بخرم. اینجا فایرسل 7000 تا پول میخواد، در حالت عادی 10000 تا پول میخواد، 10000 کیکش میخواد. یه سلف هم برای خودم میخرم. وقتی یه سلف بگیری یه بار دیگه اگه بمیری دیگه لازم نیست تگتو بخرن، میتونم بگیرم. خب الان تگ من بدم نشد اینجوری. اگه بایسکادتون یه رو شروع هم نمیزنید دیگه بازی نمیرید. اینی که من میگیرم یه تنظیمات خاصی داره، اینو بهتون میگم حتما بچینید پشماتون میریزه. زمین تا آسمون با این خودتون فرق میکنه. من به بچه ها که من خودم خوری دادم یه لاشی از این داریم بیاریم، اشکال نداره ممکن تست کنیم. یه اون پولم به کارمون نمیاد. چون من سلف گرفتم یه بار دیگه میام توی محوطه تخمی.
حالا باز فکر میکنم پلیر انداخته ولی خب نه متاسفانه باد انداخته بود. با تو میزنیم دوباره میگردیم دوباره. باش وقتی میگم بعد یاراتون آپدیت یه جوریه که باید بخرم این بازی هم باید دنبالتون باشه. سرش قرار نمیشه مثلا بازی تو بازی هم بدبخت اومد نمیتونم من اینجا آپدیت فار نمیدم اینجا که خلوت بشه چیز کنم. آخه پینگ هم میره بالا 200 میشه. اینو نگاه کن این گفت میکنه تنظیمات من بهتون میدم پشماتون بریزه تو ویدیو بعدی حتما دنبال کنید. این نگاه کن چجوری گفت میشه من تکون نمیخوره. یه این اسیست جدای بازی میتونید بگیرید مگه سنستون کنید ویدیوشو میذارم برای که ثابت بشه بعدم توضیحاتشو میدم تو ویدیو بعدی. انتخاب سختی بود میتونستم دوست خوبم نیایشو بگیرم. بچه‌ها میایم سراغ چیز بریم سراغ آموزش گرفتن روس. میاید تو لابی میاید تو لوداتتون این باکساتون رو باز میکنید. الان من 61 باکس دارم باز میکنم این کوپنا رو میخوام بگیرم. خب بچه‌ها تنظیمات جدیدی به بازی اضافه شده اونا رو توی ویدیو دیگه کلا درست میکنم. میاید تو صفحه ایونت روس این دومی رو میزنید شارد اکسچنج بعد گزینه دوم میزنید ماجور لژندری پول. اونجا روس رو میتونید ببینید. 100 تا از این پازلا رو راحت میتونید با این روش بگیرید. 100 تا از بقیه جلو میافتید چون تو صفحه ایونت دیده نمیشه. خیلی ها نمیدونن داستانش چیه. یه ویدیو جدید برای بیسیک هم درست میکنم. خدا